با امید خدا 7 دی ماه منطقه 1 و 2 تهران از همون ابتدای صبح برفیه. بارش برف کم و بیش ادامه داره و برای شبم میشه انتظار داشت تا همت تهران برفی شه و شاید حالا مناطق جنوبی تهران هم در حد دیدن برف رو ببینن و ما بتونیم با قاطعیت بگیم بالاخره 7 دی ماه اولین برف تهران بارید و مطمئن باشید این آخرین برف تهران نیست. همیشه برف تهران از بهمن می اومد. مطمئن باشید برفی که از دی ماه شروع میشه ادامه داره و ما حتما برفای دیگری رو در شهر تهران خواهیم داشت. خیلی خوشحالم یعنی این که الان اومدم بهتون میگم برف میاد تهران، یعنی خودم از این برفی که داره الان اینجا میاد حالم بیشتر که اومدم بشه. یعنی همش شرمنده شما بودم که میپرسین تهران کی برف میاد، تهران کی برف میاد و من حرفی برای گفتن نداشتم. و در مورد کرج شانسش از تهران کمتره، قزوین احتمالاً برفی میشه. شرق استان تهران منطقه دماوند، دشت دماوند، هر چقدر به سمت فیروزکوه میری برف حتی میتونه تا 20 سانت هم برسه. توی ویدیوهای قبل سنندج رو فراموش کردم. استان کردستان نیمه غربیش برف فوق‌العاده سنگینه. تون قول میدم نیمه غربی استان کردستان و آذربایجان غربی پوز اینجا رو بزنه، یعنی میریم برای برف 2 متری به امید خدا. بارها گفتم در زمستون سال 1404 همیشه سامانه ها از اون چیزی که میبینیم دقیقه 90 تقویت میشه و قوی تر میشه و حالا النینو هنوز نیومده. این بحث النینو که میشنوید النینو بیاد خیلی بهتر از این میشه. پیش بینی شده بود که در همین موقع آغاز شه، هنوز شروع نشده، هنوز تو لانیناییم و یه سری پارامترهای دیگه همراه شده، ولی ایشالا از یه ماه دیگه که خنثی بشه لانینا و به سمت بهار النینو بریم باز شرایط خیلی بهتر میشه. منتظر باشین که خبر خوب کلی داریم و امیدوارم که منم فرصت کنم خبر خوب رو توی همچین جاهایی بیام بهتون بدم و این پست رو لطفا شیر کنید که حسابی تهرانیا صفا کنن. برف تازه شروعش و قرار خیلی بیشتر از این حرفا بشه. این توده های قطبی رحم نداره و از اینجا استارت زد و 24 ساعت آینده به شمال غرب ایران میرسه و فکر میکنم من نتونستم در آخرین ویدیو درست توجیه کنم، هشدار بدم که این سامانه میتونه چقدر خشن باشه. فکر میکنم حالا در یک لوکیشن خیلی خوب که یه تقریبا 48 ساعت قراره کمپ کنم و متوقف باشم فرصت خوبی پیدا کنم که بیام و حسابی در مورد این سامانه صحبت کنم. با من همراه باشید. من 1 دقیقه نشد اینجا خودم برم سفید میشم. خب ببینید برف تا کجاست. ماشین تکییف فرانسیل با این هیکل تا اینجا کشوندمش بالا و اینم محل کمپ امشبمون و همینجا ایشالله امشب میمونم. اینم ویو امشب خونه منه. شاید باورتون نشه از لحظه‌ای که اومدم درگیر نقشه هام، با توجه به اینکه گفتم بهتون امسال دقیقه 90 همه چیز تقویت میشه و درگیرم. یه ویدیو هم ضبط کردم ولی باز میترسم اونو بذارم یه عده برداشت اشتباه کنن و خیلی سخته بتونی که اون چیزی که تو ذهنت رو جوری بیان کنی که دیگران هم برداشت اشتباه نکنن. حالا در تلاشم دوباره یه ویدیو دیگه ضبط کنم که باعث برداشت اشتباه برخی افراد نشه.